اولی میدونید که عزیز شما حامله‌دار است. کلی؟ کلی چی گپ شد؟ چه شد آخه با رحیم؟ حیات ما میسوزونم. چی شد آخه من هیچی نمیفهمم. چی گرفت شد؟ عاقبت زندگی خودت را فکر کن. عاقبت زندگی خودت با همراه شوهرت میمونی. تو فکر میکنی که من به خونه پدرم آیم در خونه پدرم زندگی خوب میشود؟ نه دختر جان. وقتی که مادرت زنده بود میشد، لیکن حاضر که مادرت نیست به مادر تو در این خانه زندگی کردن نمیتوانی. کلی رحیم پروداکشن. حاضی آمدم. رحیم جان سلام علیکم بچه جان. خیس مرا ببخش. خیس جان بخش. بیا کلی جان بیا خوش آمدی. بیا صدقه قدمات خوش آمدی. خانه خودتانی خوش آمدی. نمیبردم. خوش آمده. سازی خوبه چه؟ سلامتی و خوب. خوش آمده. بچه جان باز یک بار دیگه ما رو ببخشی. من شما را بیعقلی کرده در جوانی شما را پرتفتم رفتم. ما رو ببخش بچه جان. ما کمودی خودمون فهمیدیم. شما بخشی میکنیم. هیچ گفت دیگه شما را قطع نمیکنیم. تا جان در بدن داریم همراه انم همسر نازنینم در خدمت شما میشیم. باز بخشش که در عین جوانی یک خطایی کردم بچه جان. ما را ببخشید. ما به دعای شما در این دیگه هیچ بچه جان. براستی؟ بله بچه جان براستی. تبر تیز هزمو تیار حولی ها نرفتن رفتیم کنی؟ ایو شوخی نموندی بچه جان. در خونتون شده مرحمت. خانه خودتون مرحمت. دبایدی بوش. شما صدقه قدماتون. صدقه مرا بدرو.
بیو گفتگی برید نبیرای مکنی اوچا جون از خاطرم بار اومد همراه جوروش لاگر یک هفته اینا رویش کردگیم لاگرش بود چیز معلمش میگیره با خونه رو میاره چون شما تشویش نکشین مایلش هزی جانی بی بیا گرفته بیا کی مایلش باور بچی دیگه من از که تو خط کار نمیکنم رفتیم زنش خدا بشکر هزاران بار شکریه همین روزای نازم نصیبی ما میشیده صدقه رحیم جانی Amiora, uzak neki? Oçajon! Oçajon! Ya bankada o bir xınıqa, ya köy xınıqı bir oçajon. بچه کس بیدی Sonra qışloq, odama iştiyoşa huy mekini. آفرین آفرین خالدو تزار آفرین آتای نیست؟ Ola vay zanak jon. بگم کاری ده دیگر ای کارو باری ده بخچای. با خدمتی مادر جون کردن بخچای زنک. برو خانوی که دارم گام نیست بیاک نه. کام زاگلابی. نه. ای بیو چه اومدی؟ آفرین یا بچه جانت نگفتی را اینجا صد آفرین آفرین یا بچه جانت نگفتی بیا چه جون مخدوم ریزم اکو آفرین یا بچه جانت شما نگفتی نه دیدی بیا حزمت مایده که چای ما میخوام ای چه صد آفرین شما لی هر یک فرزند یک کمبودی میکنه خطاگی میکنه ما باز از شما بخشش میپرسیم که سری وقت کمبودی ما فهمیدیم چه جون کیا ما یاد گرفته کو حولی رو بیه هر روز فکرشون در شما بود که کی پیش اوچا میریم خیلی واقعیه که داری بیان شید اوچا جون سان کردی را اینجا که نقص کردی براری کار انجام براری کار مانده نباشی را اینجا سری زل فیک نشد سری زل فی دیگره شنو میدونم ای زنک به حق خرج زنک جان دویده اومد بگه امروز داشت خیلی کار کرده با خمودش پگاه من همین را میکنم میبرم تمام بعد همون کبگاه را دوم بوده که ایسر چیرشان موندگه امروز اوشان خود مرادید بفکرم تو بیزر عیادش کنم اومد مایلش زنک دادای مونیس بالا باش زنک قدم اومدم با فکرم یا برو میبینید حاجی تو کارا کردم که ابی تکه که گشنگی دم بردیم زنک حاجی سلام علیکم سلام شما ده یک لحظه ممکن؟ مانده مرحبا اکای رحیم شما؟ بله من کنجی است تنجی من دوگانه عزیزه شما اینجا چی خیلی افتین؟ گوینده یا بنده برای چی اومدین؟ شما همراه عزیزه دیگه رفت آمد نداره تنجیه؟ شما که من همراه عزیزه رفت آمد نکردیسم برای هوای؟ ها برای چی بین شما و عزیزه دیگر یگان گپ خبر نیست؟ گوش کن نه میانه روی که نه در زندگی ما دخالت کرد من میدونم که عزیزه چی خیلی آدمه التماس روی نه پای کار خودتون شین مایلش خواهید آزی ایستا؟ چی باز؟ ایستید؟ ایاتون برمد کارهای کردتون با همراه عزیزه شب نشینی کردید ماینوشی کردید فراموش کردید فراموش کردید چی تو عقل تا خورده خیلی گم میزنی؟
من عقلم رو نخوردم. حقیقتی گپ رو گفته استم. تو چی خیلی بود میکنی حقیقتی کوریایی؟ من همش رو برای دکزت کردن شما برای کی مرا تهمت نکنید. او ما به این درجه بعد نبود. مایل اینش اولی میدونید که عزیز شما همیلادور است. کلی چی گپ شد؟ برای دکزت کردن شما برای کی مرا تهمت نکنید. از کجا افتاد این رو؟ همش در تلفنی من ثبت کرده است. یا همراه عزیزه زندگی میکنید یا این عزیزه رو نگاه بین میکنید یا برای عزیزه خونه میخرید یا من زندگی شما رو کلید میکنم. من رفتم. کلی چی گپ شد رحیم؟ کلی چی گپ شد خودت با دست گیر؟ کلی منو گوش کن. کلی رحیم چی گپ شد؟ رحیم بازم باز آخر گفتم همش نشد همش شد تو بازم این کردی باز نمیتوانم نه دیگر نمیتوانم. رحیم با چی گپ شد آخه؟ زن جان چه شد آخه با رحیم؟ حیات ما بسوزونم. چی شد آخه من هیچی نمیفهمم. چی گپ شد؟ رحیم جان جونیور چی شد؟ فهم من نترسون آخه چی گپ شد؟ خیز جون خیز بچه با خودتا با دست گیر خیز آخه چی گپ شد؟ رحیم این تو باتا این کارا کردگی نیست. چیکار کردی آخه تو چیکار کردی؟ فهم من آخه سالت کار کرده سیدگاهشو گرفته. خیز کلیمه زنم این همه چی گپ شد آخه یک از گپ زنم چی گپ شد؟ چی شد کلی یک روز در زندگی خوشتم یکی از عرض کشیدیم زندگی مزار کردی چی شد؟ چرا گیره میکنی؟ شد تمام شد بیا شد چی شد؟ کی تو را خفا کرد؟ چه توقعت کردن نشد؟ نه من فقط شما گوش میکردم نصیحتایش من گوش میکردم لیکن دیگر نمیتوانم دیگر طاقت ندارم خیلی آخی من رفتم زندگیتون خوب بود دوم رو خرید میکردید فقط برای من یگم کمبودی نبود بگم در زندگی او برای چی قدر گیره میکنی تو؟ گفت زن چی شد آخی؟ چی کار شد؟ نمیتوانم نمیشود دیگر چه نمیشود؟ او گفت زن چی؟ دومت غم داده سوده است دومت یک کسی دیگر رو دوست میدارد دادا جان
حالا گپ در کجا دختر جون در زندگی همه چی میشود میگذارد این دوستداری حقیقی نیست دوستداری حقیقی فقط برای تو است تو در زندگیش وجود داری کسی دیگر وجود ندارد این را نقد کن تو فکر میکنی که ما نکردیم ما در زندگی نکردیم نگذاشتیم همه ما زندگی کرده گذاشتیم نه که اصلی زندگی همراه زن است زنی که دوستش میداری در حقیقت باور کن دختر جان این دوستداری حقیقی نیست دوستداری حقیقی فقط همراه تو است همراه تو میموند مرا نغز گوش کن از تو فرزند دارد دختر جان وای هیچ وقت فرزند خودش رو پرتوفته نمیرود باز میگویم همراه تو میموند و خواهد ماند این در سر هر یک انسان است در سر هر یک عائله است هر یک عائله به همین کار گرفتار است لیکن زندگی اساسی زنی که همراهش یا حیات هستی همراهی همون است فهمیدی؟ هیچ وقت فکری بد نکن دختر جان هیچ وقت خانه جدایی خود را فکر نکن عاقبت زندگی خودت را فکر کن عاقبت زندگی خودت با همراه شوهرت میمونی تو فکر میکنی که من به خانه پدرم آیم در خانه پدرم زندگی خوب میشود نه دختر جان وقتی که مادرت زنده بود میشد لیکن حاضر که مادرت نیست به مادر تو در این خانه زندگی کردن نمیتوانی تو خیال میکنی که در این خانه این پیلن‌ها تو را روز میگن هیچ وقت زندگیت بود یک برای بخش شده رفتن میگیرد زندگی را قبر شوهرات را قبر هیچ وقت او از تو قهر کرده نمیرود میماند برای که فرزند دارد فرزند پیش روحش را میگیرد و فقط او تو را دوست میدارد او دوستداری حقیقی نیست همه این دوستداری رو یکی است همش میگذارد دختر جان نفس در یاد گیر بعدی سری من وقتی که تو به خانه من میروی در این خانه سگ قدر دارد و تو قدر نمیکنی فهمیدی؟ هیچ وقت احترام نسبت تو نمیکنند زندگیت یک باره همراه اون کودکت بد شده میرود هیچ وقت فکر جدا شدن را نکن در یادت هم نیار قبل شوهرت بچه خوب است انشالله زندگی شما خوب بشود من باوری دارم حاضر من انشالله نصیب شوهری تو رو نصیحت میکنم هیچ وقت با راهی بد نخواهد رفت فقط آرام باش دختر جان بسیار فکری بد نکن گفتگی برای مونیستر کجاست؟ نیست دادا جون لاگر بوده بودیم هفته گذاشته در لاگر است؟ خوب است؟ خوب است رفته خبر گرفتی؟ درست پس باید رفته گیرم رفته گیر دختر جان در خانه مون میلش فکر بد نکن گریه نکن در پیش ینگویت هیچ وقت گریه نکن عشق نریزان میلش دادا جون هرچی که شما گفت عشق نریزان هیچ وقت در خانه من پگاه خودم تو را گرفته میبرم همه شما تیج میکنم میلش دختر جان هیچ وقت سیخ نشم تو فرزندی من هستی تو خونی من هستی لیکن من هیچ وقت نمیخواهم که عشقی تو رو در چشمانت بینم میلش دختر جان خداوند نگهبانت باشد هیچ وقت سیخ نشم